آب دادن برای مردم، سیراب کرد امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اما این منزلت برای قوم موسی علیه السلام حاصل نشده. کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخوری. الله متعال سری خوراک پابندی نمیلگانه که نخو، اما یک چیز است، من طیبات بخور. همیشه طیب چیزی پاکیزه و حلال میگه که هم حلال باشه و هم طبیعت انسان از اون نفرت نکنه، سبب نمو و غذا باشه. از این چیز استفاده بکن. الله منع نمیکنه، لیکن اینطور نیست. بلکه الله که نعمت میده از تو هم یک چیزی مطالبه داره. اما طور نیست که تو فقط بخوری بنوشی. حیثیت حیوانات طبقات پیدا نکن، پشتی سر میاد ان شاء الله. دیگه تو باید امو وظیفه و مسئولیتی تا در سر برسانی. بنی اسرائیل اعتمادشان سری الله متعال کم شد. هر روز برشان در سری گیاه ها می شکرک واره میریخت و همینطور پرنده های خیلی چاق و فربه و که به دستم گرفته میشد و لذیذ، گوشتی لذیذ داشت. اکثر مفسرین بودنه میگه این گوشتی لذیذ داره. شده میتونه به مثل بودنه واری کدام پرنده بوده، لیکن یا اعتماد بالای الله، از اعتمادشان بالای الله کم شد، ذخیره اندوزی را شروع کردن که در سبای ما بمانه. الله متعال میگه که ذخیره کنه خزانه ما چیزی نقصان نمیشه، لیکن خدا اعتمادشان سری کی الله متعال کم شد. از امو خاطر است الله متعال، چون که پرنده هایی که در برندای ما و شما زندگی میکنه میبینی یا کلش اعتماد سری الله داره. صوبکی دمی عینی برف میبره بیگا میاه حوصله های چیسته، حوصله هایشان پر میباشه از رزق، چرا که اعتماد سری الله داره. بعد از ایتو نمیکنه ذخیره کنه. اما انسان ها اعتماد نداره. این اعتماد یک امر خیلی مهم است که ایمان به صفات الله متعال است. اما اینطور نیست که تو فقط اعتماد بکن پس کی خوب بکن. الله متعال تمام امور مرتبط به اسباب ساخته، عمل تو را دخیل به او امر ساخته که تو در او مداخله داشته باشی. و اذ قیل لهم اسکنوا هذه القريه، در آن وقتی که برشان گفته شد شما سکونت بکنید در این قریه و کلوا بخورید منها، از این قریه حیث شئتم، از هر جایی که شما میخواهید. دلی از یا ترکاری ها را خوش کرده بود، این طعام دلشان زده بود، مطالبه هم کردن. الله متعال موسی علیه السلام گفت که بگو برشان در این قریه که اگر شما این ترکاری را میخواهید خب بری خیر، منطقه تان آزاد کنه، جهاد کنه و بعد از او به تکبر هم داخل نشوید منطقه، بسیار به عاجزی، به تواضع بکاری و درو کنی و بخوری هر چیز، همه میوه ها. شما خو که در دشت و بیابان آمده از دست ازی که ظالما اونجا را مسلط شده، شما جهاد ترک کرده. از او خاطر الله میگه در آن وقتی که گفته شد برایشان سکونت کنید در این قریه و کلوا بخورید منها، از این قریه حیث شئتم، از هر جایی که خوشی شماست آزاد استی. و قلوب بگوی حطتون، سوال ما طلب مغفرت است. حطتون سوال ما، خواستی ما طلب مغفرت است که اگر ما کوتاهی در عمل کرده باشیم، قصور داشته باشیم، الله برای ما مغفرت نصیب بکن. اما این بدبختا تغییر آوردن. خود میه وادخلوا الباب سجدا، داخل شوی از دروازه سجده کنان. پیش در سوره بقره تفسیرها را کردیم. یا مراد دروازه داشت از خاطر از او دروازه بعد سرخم تیر شوه، یا مراد از سجدا سجده شکر است، زمانی که سرزمین فتح کرده حالی دیگه شما چی بکنی؟ نماز بخوانی که مراد تعبیر به سجده کرده، نماز شکرانه. یا ایسته که مراد از سجدات تواضع است، خود کلان نتراشی، سینه را نزنه که من قهرمان و فلانی پالوان و اینطوری گپاره فلانی طوفان، این گپاره نزنه. نه، این کلی کاری الله متعال است، این کار بکنه. مراد از باب باز در این صورت مطلق راه های ورود بالای قریه را میگه، مثل کابل که راه های ورودی به نام دروازه یاد میکنه، دروازه شرقی و غربی و جنوبی و شمالی و اینی طور دروازه میگه. و کلوا منها حیث شئتم، بخوری از زمین قریه از هر جایی که شما خوش داره، آزادی. و قلوب بگوی حطتون، طلب سوال ما یعنی طلب درخواست ما طلب مغفرت است. و ادخلوا الباب، داخل شوی از دروازه ها سجدا، در حالی که تواضع کنان باشه. نغفر لكم خطیئاتکم، ما گناه های شما را بخشش میکنیم. انسان در هر عملی که انجام میده، خصوصا که موضوع جهاد باشه، حتما یک چیز این طرف و طرف از پیشش خطا میشه. چرا در موقع جهاد گاهی میشه یک کسی را آزاری بیجای بدی، یک کسی را چیستا فیرت بیجای بخوره، یک جای تو چیستا نانی کسی را به زور طلب کرده باشی، یک جای چوبی کسی را سوختانده باشی. در جهاد این معاملات میشه. الله متعال میگه اگر همی کار کردی دیگه بخشش براتون میشه.
سنزید المحسنین، زود است که ما زیاد کنم کسایی که محسن است. محسن و کسی را میگه که بعد از اینکه عقیده و عملش استوار شد ادامه بده، حق الله و حق مخلوق الله را در نظر بگیره. البته محسن در بسیار مقامات علیحده معلوم داره. محسن به معنای موحد، کسی که عقیده توحید الله را داره. محسن به معنای متبع سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. در اینجا محسن کسی را میگه که بعد از داخل شدن در شهر نعوذ بالله خراب نشوه، عیش و عشرت بازی نکنه، بلکه استوار باقی بمانه. از خاطر سنزید المحسنین میگه. فبدل الذين ظلموا، تغییر دادن و کسانی که ظلم کرده بودن، منهم از یا، یعنی کسایی که مشرک بودن، از یا قولا، اما گفتاری که الله برشان گفته بود، غیر الذی، بغیر او سخنی را، قیل لهم که گفته شد برشان، تغییر دادن. چی تغییر دادن؟ حتتون، حنتتون گفتن. و در روایت بخاری میاد که حبتون فی شعیرتون گفتن، دانه که در چی است؟ در خوشه است، الله او را بر ما بده. او بعضی مفسرین میگه که حنتتون گفت، حنتتون بدل کردن، یک نون زیاد کردن، حنتتون شد، یعنی ما گندم میخواهیم. ای نعوذ بالله، ای عمل خو عمل استهزاء با کلمات الله متعال است. از همون خاطر علما نوشته میکنه زمانی که به یک کلمه تبدیل کردن بنی اسرائیل جی مستحق عذاب بزرگی الله شد. پس اون مردمایی که دین پیغمبر صلی الله علیه و سلم به طریق عموم بدل میکنه، تغییر میده، بدعت‌ها را ایجاد میکنه، این خوب به طریق اولاست. از همین آیت علما میگه که در دعاهایی که از پیغمبر علیه السلام از کار نقل شده زیادت و کمی کسی نکنه. اللهم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال و الاکرام، در حدیث صحیح ثابت است. تو از خود اضافه نکو، اللهم انت السلام و منک السلام و ادخلنا دار السلام، چیسته ورجع السلام، مچم که دیگر هم قطعش اضافه کرده میرن. آیا دعای پیغمبر علیه السلام ناقص است؟ چی توی قدر کلان شده که دعای پیغمبر را تو تکمیل میکنی؟ اگر به این کلمات یک کمی دقیق شوی خودت در کجا رساندی؟ دعایی که از پیغمبر آمده دعاست، امور باید بکنی، زیادت نکنی، کلمات از خود زیاد نکنی. چرا که بنی اسرائیل در یک کلمه اضافه کردن الله متعال مستحق عذاب دانستن شه. اگر توی طور بدعت را ایجاد میکنی، بدعت اینمی مفهوم داره. هر کس که در دین چیزی نو به نام ثواب و به نام دین اضافه میکنه، اعتراض بالای کی میکنه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. امام مالک رحمه الله نمیگه که کسی که گمان داره که چی است، کسی که بدعت پیدا میکنه و عقیده داره که بدعت ثواب داره، گمان داره بالای از اینکه پیغمبر علیه السلام نعوذ بالله در رسالت خود چی کرده؟ خیانت کرده. چرا که نعوذ بالله ایگت با پیغمبر معلوم نبود که برای تو بیان میکرد و میگفت. فارسلنا علیهم رجزا من السماء، روان کردیم بالایشان عذاب از طرف بالا، بما کانوا یظلمون، به سبب از اینکه یا ظلم کردن. اینجا ظلمشان نمی بود، کدام حدی که الله برش تعیین کرده بود او را مراعات نکردن، کلمه ای که برش گفته شده بود او را تغییر دادن. واسألهم عن القرية التي، سوال کو از یا پیغمبر علیه السلام الله خطاب میکنه از یهود سوال بکو، عن القرية التي، از حالت او قریه ای که کانت حاضرة البحر، بود در پیش بحر، قریه ایلاس، آل به نام عقبه داود علیه السلام برش میگه، در لب بحر بود. کارایشان همیشه زندگیشان هم توسط شکار پیش میرفت. از یعدون فی السبت، در آن وقتی که تجاوز کردن در روز شنبه، استاتیهم حیتانهم، در آن وقتی که می آمد برایشان ماهی هایشان، یوم سبتهم، در روزی که منع شده بودن. سبت به خاطر سبت میگه، سبت منع شده نمیگه، و یا از شکار کردن ماهی در روز منع شده بودن. شرعا، در حالی که آشکارا در سری آب معلوم میشد، ماهی قدر زیاد می آمد در روز شنبه که سری آب دلی از زیاد طاقت نمیکرد. و یوم لا یثبتون، در روزی که یا منع نشده بودن، لا تأتیهم، ماهی نمی آمد. کذالک، اینمی قسم، یعنی مثل که یا به کدام عذاب یا امتحان گرفتار شد، نبلوهم، ما امتحان میکنیم یا رب، بما کانوا یفسقون، به سبب از اینکه یا خروج از طاعت الله متعال کردند. الله متعال بندگان خود امتحان میکنه. امت پیغمبر علیه السلام هم به می قسم امتحان کرده. چرا در حالت احرام الله متعال منع کرد که کسی شکار یا اشاره بکنه یا دلالت بکنه یا خود شکار بکنه. از همون خاطر در حدیث میاد که صحابه کرام میفرمه که ما در حالتی که در احرام بودیم، حتی آهوها می آمد در پالوی خیمه ما میچرید، لیکن ما چون در احرام بودیم الحمدلله کامیاب شدیم، مبتلا در فتنه واقع نشدیم. همچنان شکارهای دیگه هم همین شکار خیلی شوق عظیم داره. خیر، کسی که شکار کرده برش معلوم است، شکار بسیار اشتیاقی زیاد داره. پس به شکاری قدر شوقی است که خودش در موتر است،
گله مرغاوی را میبینه میکنه که وی چرا این ایجا میبود، همینطور میگه. فقط چرا شوقی زیاد داره و همینطور شوقی زیاد داشت، اما الله مورد امتحان قرار داد. اینی را مردم میگه که در موقعی که یقینا آن چیزی که سبب معصیت از یا میشه مورد امتحان قرار داد و او را اضافه هم ساخت. که چی میکنه ملت مردم؟ آیا تعلیمات موسی علیه السلام در قلب از یا جاگزین شده؟ ترس الله در قلب از یا جاگزین شده؟ آلی حدود الله را مراعات میکنه؟ یعنی که بنده هوا و هوس است. از همون خاطر است الله متعال امتحانات سری هر طایفه و ملت میاره. امروز ما و شما هم در این قسم امتحان مبتلا هستیم. یادتان باشه در سخت امتحان الله قرار داری. در کورس میری دختر در پالویت است، در پوهنتون میری دختر در پالویت است، در بازار میری، در دکان میری دختر در پالویت است، در موتر میشینی دختر در پالویت است. کلش هم دختر هم بچه کلش مورد امتحان بزرگ الله متعال قرار گرفت که آلی حدود الله را مراعات میکنه یا نه، نظر و چشم و همه چیزای خود حفاظت میکنه یا نمیکنه. این امتحان بزرگ الله متعال است و من این قسم امتحان کرده بودن. اما چی کردن آلی معلوم میشه که چی کارا را شروع کردن و بجای از این که حدود الله را مراعات بکنه قرار بشینه، شروع کردن چاها را کندن در لبای دریا، جویا برابر کردن از دریا. وقتی که آب میافتاد در زیر چاه پس خو مایی پس بالا شده نمیتونست، امونجا باقی میماندن، باز روز یک شنبه میگرفتن کندا را پرتافتن در مابین دریا. صبح در روز یک شنبه میکشید یک دم مایی بند میبود. خب حوضا را جور کرده بودن، انواع مختلف حیله ها را جور کردن. این را حیله میگه برای چی؟ نه عملی کردن حکم الله، که حکم الله عملی نشود. چیزی را که الله منع کرده برای از حیله خوردن جور کردن. مثل که آلی برای سود حیله خوردن میگه ای چی است؟ رشوت. این مردم میگه توفه است، هدیه است. و آلی از طریف شبکه ها، این شبکه های خبیث این طور کارا میکنه کل تمام روز. اینمی چی است؟ قمار و ایگا پاس سود است، دیگه چیز نیست. این بانکا خونه سود علنی اعلان میکنه. این سودار مردم آلی چی میکنه؟ بنام ولا انعام است. چی است؟ مسابقه است. مسابقه طور نمی باشه. اینی قدر زنگ بزنی، اینی قدر پول بندازی، باز براتان انعام میبره. این غلط گپ است. اینن تکسی لاتریست به نام گنجینه، به نام های دیگه کلش نامش تغییر است، اصلا سود است. و سود شما میگی که مبارزه و جنگ با کیست؟ الله متعال و رسول الله است. این را بدانه. تاسف در اینجاست که امروز کل ما را آنقدر مبتلا کرده معاش معلم ما از بانک سود میاد، معاش ملای ما از بانک سود میاد. ما چی بکنیم؟ بخاری در حدیث است که پیغمبر علیه السلام میگه طور زمان بیا که اگر خودت سود نخوری بخاری سود بری تو میرسه. بالکل امو وقت است. حاجی ما که در حج میره بعد 2 سال $1000 چی شوه دوره بکنه در سود، خب بانکای سودی را تمویل کنه، بعد از باز در حج بره که خب توبهش قبول میشه نمیشه. الله رحم بکنه. و این مسئولیت این دولت است. این حج اوقاف، این محکمه، این استر محکمه، این وزارت عدلیه، این مردم های شورای علمایی که بنام است که فقط تنها انتحاری را میگه حرام است، دیگه گپا کلش نه شراب میگه، نه فحاشی را، نه عیاشی را، نه چیزا. در روز قیامت الله متعال از پیشتان سوال میکنه. الله متعال مکمل سوال. چرا شورای علما خود جور کردی؟ شورای چیستی؟ شورای علما برای یک مسئله، یعنی که شورای علمایی که کل مسائل باید رجوع شود. افسوس است اگر گپت نمیچله اعلان کو که لا اقل مردم خوب بدانه که همین موضوع شرعی نیست، عالم داشت دیده نمیشه. گپی عالم نیست، اما نه پشتی سر علمایی که کلا شور میده در پیش ظالما، پشتی سر الله متعال حقیقت حال ازوارم بیان میکنه. الله رحم بکنه. در سخت امتحان بزرگ الله کلگی واقع است، از عالم گرفته تا امیره، تا وزیره، تا پاچاره، تا فرد عادی را کلگی ده نمی چیسته امتحان بزرگ الهی مبتلاست. الله امتحان میکنه. دنیا برای امتحان است. این بیان حالات بنی اسرائیل برای ما درس است. این طور نیست واقعا یک کار کرده ما و شما را میگه که حیله نکنیم. این چی میکنی؟ میگه ایوب علیه السلام حیله کرده. او بدبختی ایوب علیه السلام خو قسم خورد، زنش گناهگار نبود، تنها شیطان میقه گفته بود برش که اگر به نام من اینی نظر بکنی شوهرت جور میشه. او تذکره و یادآوری همین سخن پیش ایوب علیه السلام کرده. اما انبیاء علیهم السلام قطع شرک سخت ضدیت داره. ایوب علیه السلام که مازی زنش همی گپ گفت قسم خورد که صد داره نزنم تا تو در خاندان نبوت اینجا تربیه میشی باز به گپ شیطان گوش گرفته.
حالان که او هیچ عملی نکرده، تنها یادآوری کرده. زن گناهکار نبود. الله متعال برای بیرون رفتی از اینکه از چیسته قسمشان پوره شوه و زن هم متضرر نشوه، امر کرد که تو یک شاخه بگی که او 100 شاخچه داشته باشه، یک دفعه بزن، این 100 دوره جور میشه. او برای تعمیل حکم الله حیله کرده بود و او هم خاص بود برای ایوب علیه السلام. کذالک کدنا چیست دی ایوب. اینمی قسم ما نشان دادیم به ایوب علیه السلام. برای تو نیست. مولای ما میخیزه برای تعمیل حکم الله، نه برای اسقاط حکم الله. نماز فرض، زکات و روزه را از مرده تو ای ساقط میکنه. نعوذ بالله. یک خدا جور کرده ای مولا. الله واجب میکنه، تو را مکلف میسازه، مولا میخیزه ساقط میکنه. این مولا در حقیقت قطع الله بغل داده رئیس. نعوذ بالله. ببینه این حیله برای عملی کردن حکم الله است یا برای از بین بردن حکم الله؟ به خاطر از بین بردن حکم الله متعال است. اگر بنی اسرائیل الله شادی جور میکنه، خنجی جور میکنه، به خاطر که در دین حیله جور میکنه. اگر تو مولای کار میکنی، تو حاجی کار میکنی، تو صوفی، تو شیخ، تو متدین عالم، تو این کار میکنی، الله تو را اینطور نمیکنه؟ میکنه. خب ما از قرآن درس نمیگیریم. قرآن ابی گپا برای چی بیان میکنه الله متعال؟ میشه عالی چی میشه؟ قرآن میگه و اذ قالت امه منهم، در آن وقتی که یک جماعت از بنی اسرائیل گفت لم تعظون قوما الله. 3 طایفه شده. یک طایفه این مردم ها را منع میکنه، یک طایفه قرار نشسته خودشان شکار نمیکنه، خب یک طایفه شکار کرده رویسته. کسایی که منع میکنه شکارچی را، اما قوم دیگه که ساکت نشسته خودشان کاری بد نمیکنه، دعوتگرا را میگه. چی میگه؟ لم تعظون قوما الله، چرا شما نصیحت میکنی اونطور قومی را الله مهلکهم، که الله هلاک کنندشان است، او معذبهم، یا عذاب دهندشان است، یا در دنیا الله هلاک میکنه یا در آخرت عذاب میده، عذابا شدیدا، به عذاب سخت. دعوتگرا چی میگه؟ قالو میگه معذرتا الی ربکم، برای نصیحت پیش کردن به پروردگارتان عذر خدا بالا کنیم پیش الله. چرا؟ به خاطری که ما بگیم که یا الله ما به مطابق توان و طاقت خود کوشش خدا کردیم، از منکر یاره ما نکردیم، اما یا نشده. ولعلهم یتقون. 2 نکته است. یک نکته است که ما یکی عذر خدا به الله پیش کنیم. دوم ولعلهم یتقون، شاید که یام خدا نگاه کنه. بله، دعوتگرا خوب بشنوی. جماعت امت میبینیم، معاشره را میبینیم، منکر روان است، چی کنیم؟ ما میبینیم امیالی یک طایفه اوتور کسایی هستند که تلاش میکنه که مانع منکر شوه، یک طایفه دیگه تنها نفلای خدا، روزی خدا میگیره، جماعتای خدا میکنه، تسبیح خدا چپک در رویست، هیچ چیز هم برش نمیگه. یک طایفه کارای غلط کرده رویست. امروز به چشم سر همین 3 طایفه دمی وطن جور است. دعوتگر باید چی کنه؟ قرآن برای ما درس میده. اگر منکر گذاشتی منع نکردی، اگر منکر گذاشتی منع نکردی، عذاب الله سری تو و سری کسی که فاعل منکر است سری اردو میاد. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين منكم خاصة، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. بترسی از عذاب اللهی که بالای تنها ظالمای شما به طور خصوص نمیه، بلکه عام تانه فرا میگیره. چرا فرا میگیره؟ منکر در پیش رویت علنی میشه اما تو مانی نشدی. خب میدانی آدم فحاش است، خانه تا کی را برش میدی. در روز نوروز در ایورا موترا استاد است، اهل مزار چیغ میزنی که دو از چیسته یکی بر دو کیرا بگیرم. نکو که معاونت با امرای گناه میکنی، معاونت با امرای گناه نکو، وگرنه شریک هستی، تو هم قطع شریک هستی. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ما هستیم که رونق میدیم. در مکتبات دخترها بی حجاب بره، تو دختری تا بی حجاب از خانت میکشی و هم نمیگی که امی لباسی کیا میپوشه حجاب است یا نه؟ مراجعه کردی در دین یا نه؟ مکتب اعلان کرده تو خو مسلمان هستی، تو تابع اعلان مکتب هستی یا تابع اعلان الله متعال است؟ کدام است؟ دینداری چی را میگه؟ تابعداری به دین الله چی را میگه؟ هیچ گپی نیست. منکر انجام داده میشه، هیچ گپی نیست. هر چیزی که میشه قرار نشستیم. یقین بکو الله متعال تو را نمیگذاره. حالی اینجا فقط امو طایفه را الله نجات میده که دعوت داده، من از منکر کرده. طایفه دوم میگه اینی یکی از جمله هلاکت انسان است. به صدها مرتبه برای ما دوستای خیلی نزدیک
خیلی مخلص خیلی متدین برای ما گفته که چی میکنی مردم مولوی صاحب بان اسقاط میکنه هر چی میکنه بدعت میکنه بان. ما میگم نه بان ما پیش الله متعال رفته نیستم. الله از پیشم سوال میکنه میدانستی چرا بیان نکردی؟ بیان خود سر ماست. من رأى منكم منكرا فليغيره چیست بیدی فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه. مراحل خود طی کنیم همین طور خود نمیشه لیکن گذاشته میشه. قرآن برای ما دعوت میده. طریقی دعوت چطور است؟ منکر ما نکن. اگر کسی تو را مانع هم میشه گپی از او را نپذیر. برای دو نکته تو دعوت بکنی. یکی عذریت به الله پیش کنی که یا الله ما در این جمله نبودم. ما با چشم سر میبینیم ملای خدا میبینیم بدعتا در مسجد کرده رایسته. یک روز ما مقتدیستم در ترجمه قرآن شنیدم لا اقل استفساری دلیل خاص پیش بکن. همین حالی کلی تا نستی در یک پرزگک همونطور پیش زانو بزن در پیش مولا صاحب. مولی صاحب تو که دعا با جمع کردی امی در دین است یا نه؟ سند داره؟ اگر داره تو مرا بده که یک جای دیگه کسی هست نمیکنه من برش ببرم. اگر نیست خیلی چرا تو میکنی؟ یک نفر سوال کنه، دو سوال کنه، سه سوال کنه، خود به خود مولا مجبور میشه. باز بدعت کرده نمیتونه. اما ما هستیم که بدعت رونق میدیم. در تلویزیون ها سوال میشه. من شما را بارها گفتم که مفتی های تلویزیون ها را آرام نمانی، زنگ برش بزنی. فتوای غلط میده زنگ برش بزن بگو دلیل. شما یا را آماده کنی به حق گویی که یا دیگه فتوای غلط نده. این مسئولیتی ما شما. نگو که برو ما چی کنم شد. منکر است. به اندازه توان تو باید چی بکنی. چرا؟ عذرت به الله پیش کن. دوم نکته امکان داره زمانی که یک سخن گفته میشه امکان داره الله متعال در یک مجموعه از 100 نفر 10 نفر در زیرش سخن بندازه، سخن بپذیره. دهی بالکل اینطور کسایی بر راه میه که او کسا را تو هیچ گمان نمیکنی که امی دهی رای حق میه یا نمیه. امو طایفه برای او طایفه دیگه امی عذر خود پیش میکنه.